بسم الله الرحمن الرحیم. شهید هستم از ایران. میخواستم یه شعری گفتم که آقای انصاری هم یکم خوشحال بشه و این شیعهان که همه با آقای انصاری بحث میکنن یکم از ناراحتی در بیاد. اهل سنت یا خدا گفت، اهل سنت با محبت یا خدا گفت، اهل سنت با محمد با دلی پر از محبت، پیرو آل محمد با محبت یا خدا گفت. اهل سنت با محبت شیعه را کند هدایت، با محبت شیعیان شدند هدایت یا خدا گفت. اهل سنت پیرو توحید و سنت، دشمن این شرک و ذلت. اهل سنت شد بهشتی، آخذی اعمال زشتی. مقدسی گفتش بهار، اهل سنت گفت صد رحمت بخوار. مقدسی گفتش بهار، این کتاب با وقار. اهل سنت گفت زرشک، این منم اهل بهشت. مقدسی گفتش قدیر، اهل سنت گفت اینم می شود بین. مقدسی زودی زد و گفتش علی، اهل سنت گفت از دست تو خری. مقدسی گفتش کلینی، چه کنیم از دست سنی. این کلینی گفت خمینی، چه کنیم با دین سنت. این خمینی گفت کلینی، میشویم سگ حسینی. میزنیم خود به خریت، میکنیم نفاق و بدعت. میکنیم نکاح یه مدت، میزنیم بر سر ملت. میبریم بر سر چاهی، تا بیان ماه و ماهی. میزنیم بر سر صورت، میکنیم شیعه خرافه. مقدسی گفت ای کلینی، میکند خر این خمینی. میکند مردم از دم خر، تا بیاید یک امامی در زمانی. اهل سنت گفت خدایا، ای خدای آسمان ها، من وفادارم به تو. شیعه شد کامل خرافه یا خدا گفت. اهل سنت دشمن این شرک و بدعت، دشمن بهار کافی، می کند شیعه هدایت. اهل سنت یا خدا گفت با محبت یا خدا گفت. اهل سنت با محبت می کند آشنا به قرآن شیعیان را. شیعیان شدند هدایت، می کنند خود نیز هدایت. شیعیان خدا بزرگه، دشمن شیطان گرگه. این نه آن گرگی که گرگه، این همان انسان گرگه. این کلینی و خمینی دشمن توحید و سنت، دشمن قرآن و توحید. این دو تن الان کجایند؟ در جهنم با خرانند. مقدسی گفتش کلینی، خر شدیم با این خمینی. این خمینی گفت اوکی، میخوریم کتک تا کی. خیلی ممنون که به حرفای من، به این شعر من گوش دادیم. متشکرم.